سلام، روزتون بخیر. جراحی امروز رو در خدمت مراجعه کننده عزیزمون هستیم از کشور امریکا. اول روی سیتیش یه ذره توضیح بدیم. انحراف واضح تیغ بینی رو می‌بینید. ایشون واضحاً مشکلات تنفسی داشتن. توی CTSM کاملاً می‌بینید توی این نواحی کلا این سمت بینیشون کیپ هست به خاطر این انحراف شدید تیغه بینی که اینجا کاملا واضح هست، یا اینجا میبینید هیچ گذر هوایی وجود نداره. در پی این سمت مقابلشون هم در واقع هایپرتروفی شده، یعنی بزرگتر شده سایز شاخه تحتانیشون و این بر هم به تبع دچار مشکل تنفسی شده که ما براشون کاملا این انحراف تیغه بینی رو اصلاح کردیم، برای تنفسیشون کاملا باز شد. خب روی تصاویر اگر بخوایم توضیح بدیم، انحراف بینی رو مشاهده میکنید، ضعف غضروفی و توی نیمرخ افتادگی نوک بینی، توی نمای زیر هم که غیر قرینگی سوراخ ها و افتادگی و ضعف پره ها رو مشاهده میکنید. خب بیایم حالا روی خود بینی صحبت بکنیم. بوز بینی برداشته شده، یک قوس ملایم، یک قوس مناسب براشون ایجاد شده، افتادگی نوک بینی برطرف شده، قوام و استحکام بینی حفظ شده. ایشون شاید بگم بالای 7 تا 9 تا گرفت های مختلف غضروفی براشون تعبیه شد که فانکشن بینی و استحکام بینیشون حفظ بشه. پره ها اون جاهایی که ضعیف بوده رو در واقع تقویت کردیم تا حد امکان قرینه تر شد، افتادگی نوک بینی برطرف شد. حالا نمای بالا هم که خواهیم دید، پهنه استخوانی هم که اینجا گرفته شد.